به مردم آدرس غلط داده میشه. میگن که پیجرها به خاطر اینه که اگر ما مثلا FATF رو تصویب کنیم دچار ماجرای پیجرها میشیم. از قضا پیجرها به خاطر عدم تصویب FATF هست. نکته بعدی این که ببینید اگر ما هم غممون توسعه کشور باشه، اگر ما نگاهمون توسعه کشور باشه، بایستی بدونیم که باید با دنیا کار بکنیم. شما نمیتونید دور کشور دیوار بکشید بگید که نمیشه. متاسفانه من این رو بگم، یک عده ایدئولوژی نابیناشون کرده، ناشنواشون کرده. بنده ایدئولوژی که هم غمش توسعه کشور نباشه، آرامش و آسایش رفاه ملت ایران نباشه، اون ایدئولوژی رو ما نمیخوایم. ببینید اونهایی که مخالف هستن، اونهایی که بانگ یک جریان موهوم، ناشناخته و مرموزی هستن که میخوان بر همه چیز نگاه امنیتی سوار کنن، میخوان بر همه چیز اینطوری بگن که باعث ناامنی کشور میشه. یک روز نوشابه پپسی رو خطر معرفی میکنن، یک روز اینترنت رو، یک روز حجاب رو پشتبندش ممنوعیت میذارن، از طریق این ممنوعیت درآمد کسب میکنن. اینها همونایی هستن که از FATF میترسن.